چرا تعداد زنان تاجیک که فرزندانشون رو در تاجیکستان میمانند و برای کار به روسیه میروند زیادتر میشود؟ مقامات تاجیکستان میگن در سال 2021 از 9 میلیون نفری که برای کار به روسیه و کشورهای دیگر رفتن 13% زنان بودند. و این شماره کوچک و کم هم که نیست. آنها را در داخل کشور چی مجبور کرده از کودکانش و خانواده را گذاشته به روسیه برود؟ این است موضوع امروزه گپی آزاد و خوش آمدید بینندگان گرامی. مهمانان ما آینهال بابانظر و رئیس سازمان پرسپکتیو پلیوس از دوشنبه و کریم جان یاروف حامی حقوق مهاجران تاجیک از خارج کشور. خوش آمدید به برنامه ما. و بینندگان گرامی، در ابتدا میخواستم بگویم که ما نماینده کمیته کار با زنان نزد حکومت جمهوری تاجیکستان را دعوت کردیم که در همین برنامه ما شرکت کنند. آنها به نامه ما پاسخ رسمی یعنی مثبت دادند، اما در نهایت کسی حاضر نشد. خب حالا بگذاریم به سوال اول. زنان تاجیکی که به مهاجرت میروند بیشتر از کدام قشر جامعه کشور هستند و چرا؟ محترم آینهال بابانظر و از شما شروع میکنیم. مرحمت. اساساً از آن قشر جامعه هستند که زندگی از جهت اجتماعی اقتصادی نهایت مشکلی دارند. همین است دیگه. این یک. دوم اونهایی هستند که ممکن نزد شوهرشون میروند و سوم چند نفر به من گفتند که شوهر یافتن در روسیه آسان‌تر است نظر به تاجیکستان، یعنی که دخترها هم برای کار میروند هم برای شوهر کنی. بله، تشکر. کریم جان، شما هم روزه با مهاجران از جمله با زنان مهاجر سر و کار دارید در روسیه، شما چی میگویید به همین مسئله؟ بله، معلومات درست گفتن. قسم اساسی نفرانی هستند که یعنی که در تاجیکستان اصلا قسم آنهایی هستند که از اویلاشون یعنی که جدا شدن، یعنی که زندگیشون ویران شدن و کودکان با آنها موندن و آنها مجبورند که با مهاجرت روند و یک نالانان یا بنیاب یک کلبه سازند. قسم زیادی اصلی اینها این نفرانی هستند که خانوادهشون ویران شدن. متاسفانه قسم دیگر هستند که دانشجو هستند، خیلی کم هستند و حالا جوانان هم لکه حرکت کرده رفتن، نفرانی که زبان بهتر میدونند و شرایط زندگی یافتن کار خیلی خوبتر است. هستند محل هایی که بگذار که بدخشان خیلی زنها زیاد از آنجا می روند، آنها که بسیار معلومات جالب دارند، برای آنها یافتن کار خیلی آسان‌تر است و ما می‌بینیم که هر هفته خصوصا در مسکو یک دو توی مردم بدخشان میگذرد که در آنجا بیشتر توی عروسی میکنن، یعنی محدودیت ها هم نیستن. گفته معلمه شوهریابی را آسان است، آنجا خیلی خوب است نظر با اون که در بله، این گفتم هست که به احترامی به حقوق زن در داخل کشور ازدواج های بر محل و زود جدا شدن، زیر طعنه و ملامت ماندن و تنها و دستنگر ماندن زنان جوان را از عامل های دیگری ناچار یعنی مهاجرت کاری زنان می شده است. آینهال بابانظر و نظر شما به همین مسئله چی است؟ من باید بگویم که پارلمان تاجیکستان همه قانون های عمومی بشری اوید و مهاجرت و از آن جمله اوید مهاجرت اویله ها و زن ها قبول کردند، اما افسوس که آنها کار نمی کنند. بنابراین هم قسم زیاد زن ها مجبور می شوند که یا به مهاجرت روند یا که وقتای آخر ما خیلی خبرها میشنویم، خبرهای رسمی که با مثلا کارهای ناشایم هم دست میزنند. یعنی که مخصوص به یادم است 1-2 سال پیش در یک شب 500 نفر زنهایی رو داشتن که آنها با کارهای غیری یعنی که چخلی که میگویدن به پرستیتوتکگی مشغولند، یعنی تنفروشی. منظورتون تنفروشی است؟ تنفروشی است، یعنی که دیگر راه ندارن و شوهرش رفته است سراغ نمیکنه، در روسیه اویله‌دار شده است، پول نمیفرستاند، الیمن نیست. برای گرفتن الیمن در تاجیکستان خیلی مشکلات زیادی وجود دارد. یعنی از جهت مجبوری است. میگویند که ملت را اساسا مادر تربیت میکند
مادری که امروز گرسنه است روزی دراز در بازار برای یک نان یافتن میشیند، فرزندایش در کوچه است و خیلی ملت رو تربیت میکند. راهش همین است که همون زنهایی که مثلا میخوان که کار کنند، زندگی خوب کنند، با اخلاق باشند، از بس که همه کارخانه ها امروز اساسا خصوصی شده ایستاده است، دولت باید، حکومت یعنی که پارلمان هم باید یک قانون های قبول کنند که مثلا همین کارخانه هایی که زنها رو به کار قبول میکنند یک مدت اونها رو از دادن انداز آزاد کنند اگر زنها رو به کار قبول کنند، چون که این در بسیار دولت ها این چیز هست. یعنی امتیاز، منظورتون که امتیاز داده شود به اینها؟ امتیاز دوم مثلا وقتی که خودی همون زنها از روسیه می آیند با یک مبلغ، باید با اونها مبلغ ضم کنند، یعنی که قرضی بی فایز دیند یا که قرضی بدهند که سالهای زیاد باشد گرداندنش. یعنی که این زنها باید حتما یک کارخانه خود را تشکیل کنند و دیگر نه فرزندانشان نه خویش تبارشان به روسیه نروند، چون که وقتای آخر ما از اونجا از زنهای هم بدبختانه مرده ها گرفته ایستادیم، تابوت ها گرفته ایستادیم. پیشتر اگر این چی فقط به مردها بود، حاضر هم زنها هم کودکان. کریم جان، این گفته است که به احترامی همین سوالی که من به این حال با نظر دادم، یعنی به حقوق زن در داخل کشور، ازدواج‌های برمحل و زود جدا شدن و زیر طعنه و ملامت ماندن و تنها و دستگیر ماندن زنان جوان را از عامل‌های دیگری ناچار مهاجرت کاری زنان می‌دانند. شما به این سوال چه میگویید؟ من فکر میکنم که چند معلومه گفتن که ملت رو یعنی که مادر تربیت میکنند. ببینید وقتی که شوهران اونها در روسیه هستند، برادران پدران اونها هستند در روسیه، زن چهل میتواند که از روسیه چند نفر کودک برای، یعنی که اونها رو باید نگاه بین کند، یعنی که با بالای این همه نگاه نکرده مقامات چنین حساب میکنن که پدر و مادر مسئولیت اساسی دارن برای فرزند و اونها رو حتی جریمه میکنن و جوابداری میکشن. وقتی که پدر در روسیه باشد در مهاجرت، مادر چخیل میتواند که یک عبارت هم کودک رو نگاه کند. و ببینید که وقتی که در تربیه مادر کلان میشوند، وقتی آخر ما خیلی در مهاجرت این چیز رو اهمیت داده ایستادیم، جوانانی که میبینن یک قسمش میبخشید یک عادت‌های زنانه دارن، یعنی که تیز خفه میشوند، تیز جنگ میکنن، تیز با کارهای دست میزنن که بعضی هم خودکشی میکنن که از سعادت میکنن، یعنی که اون مرد تربیت کرده میتونن، پدر این چیزها رو نگرفتن. تشکر. یعنی زن میجوز میتونه بعضی وقت. در یک گزارش ضمناً در یک گزارش سازمان ملل من دیدم که مؤلفانش گفتن اگر در کشور سیاست حکومت نسبت به زنان تبعیض آمیز باشد، زنان دختران دسترسی به کار، امتیازهای اجتماعی و تحصیل نداشته باشند، مهاجرت کاری زنان از آن کشورها زیاد می شود. آیا در تاجیکستان همین حالت را ما می بینیم؟ کریم جان یارف، شما مرحمت. بله، این خیلی زیاد است. ببینید که خودی تا سال 2020 یک استاتیستیکای معین، یک امور معین در روسیه چاپ میشد که در اون نشون داده بود که چقدر زنها از کدام جمهوری ها می آیند. از روی این امور خیست با فایز گیریم اگر 4.5% رو تشکیل می‌دهد. الکی این از حدود 13% زیاد است، یعنی که هستن نفرانی که حالا به قید گرفته نشدن یا که پیشتر رفتن. متاسفانه این است کشوری که الکی مردی کار بازار، یعنی که در مردی کار بازار از زنها کار میکنن، الکی این یک شرمندگی. باور کنید در تمام دنیا این کار نیست، حتی در جمهوری‌های همسایه این باعثی تشویش است که اون نفرانی که با اونجا میبرن باز هم برمیگردیم فرزندان اونها رو کی کنترل میکند، یعنی که کی نگاه بین میکند. ببینید که از اونها بعد آینده ملت چی میروید و چی میشوند آینده ملت. تشکر. بله. این همین سوال رو میخوام که با محترم این حال با نظر بدم، یعنی که در یک گزارش سازمان ملل که من دیدم مؤلفانش گفتن اگر در کشور سیاسی حکومت نسبت به زنان تبعیض آمیز باشد، زنان دختران دسترسی به کار، امتیازهای اجتماعی و تحصیل نداشته باشند، مهاجرت کاری زنان از آن کشور یعنی بیشتر می شود. آیا در تایستان که شما اونجا فعالیت زندگی دارید مشاهده میکنید؟ مرحمت. در سری اون است که در یک
مجلس سازمان ملل متحد گفتن که 50% در دنیا مهاجرت رو زنها تشکیل میکنن. اما گپ در سر این است که من یک چیز رو میخوام بگویم، یک تجربه رو. من در فیلیپین بودم. این یک دولت بسیار بزرگ است، یک عجایب متدها دارد و مثلا برای گرمانیا 100 نفر زنهای چیور لازم است. از گرمانیا می آیند، با این حکومت شرطنامه می بندند، با این 100 زن رو اینجا در خود فیلیپین تیار میکنند و در اونجا معاش این زن، رفتنش، راه کراش، وقتی که یگان کسل می شود، یعنی که همه حقوقای اون زن معین شده است. بنابراین هم اینقدر کارهای خوب بود اونجا. ما از اون فیلیپین به تاجیکستان دعوت کردیم، ما میخواستیم که اینجا هم همین کار شود، اما افسوس که حکومت به این کار دست نزد و امروز همین چیزی که حاضر گفتن و دوستان در حقیقت همین خیلی است. شماره روز تا روز زیاد می شود، اما یک خصوصیت دیگر دارد. زنهای مهاجری تاجیک از دیگر زنهای مهاجرت اروپا و مثلا بعضی دولت ها فرقیت کلان دارد. یکم که آنها قسم زیادش ناحیه ها می باشند، زبان را نمی دانند. دوم، آنها در یک روحیه خاموشی تربیت یافتند، نمی توانند برایند به کوچه، مثلا بر ضد پلیسیا گپ زنند و غیره. یعنی که همین با آن آورده می رسد که زنهای تاجیک از همه در روسیه که اونها زیادتر هستند، از همه بی حقوق ترین زنهای تاجیکند نسبت به زنهای قرغیز. ضمناً سوال بعدی ما به همین پاسخ شما داده شده در ربط دارد. زنان در مقایسه با مردان همیشه یک طبقه آسیب پذیر بودند و ما میدانیم که چگونه حقوق مردان مهاجر در روسیه زیر پا می شود. زنان مهاجر تاجیک بیشتر به کدام مشکلات روبرو هستند؟ خانم آینه‌ال بابا نظر و مرحمت. اساسا اونها نه اینکه عذر که من گفتم، نه اینکه این چیزها عاملی می شود که آنها حقوق آنها ویران می شود. این چنین با یک بدبختی دیگر داریم. بعضی حتی خود تاجیکای ما همون یک گروه های جنایتی هستند که این زنها رو استفاده میبرند، آنها رو به فروش میمانند. روز این زنها اگر کار میکنن، شب به جاهای میبرند که به فاحشگی میشود. مثلا من در اکترینبورگ بودم و اونجا چند نفر تاجیکا تعریف کردن که ما دین شب 6 نفر زن تاجیک را سرش را پاک کرده وای کردیم، کل کردیم، اونها گریخته رفتن. یعنی که با بغیر از این خود بعضی گروه هایی که هستند تاجیک‌ها که اونها هم به همین کار مشغولند. بله، تشکر. کریم جان یارف، شما به این فکرهای آینه‌ال بابا نظر و چی نظر دارید؟ من با این فکر راضی ام، لیکن یک چیز رو ببینید که من کمی شرم میدم، چون من بیشتر با اونها سر کار دارم از نزدیک. ببینید که از نظر اون که پلیس اونها رو اذیت میدهد خیلی کمتر است، چون که به زنها خطر توجه نمیکند پلیس اصلا به مردم. ولی زنهای ما متاسفانه اگر عیبم شود یا که پیغام من گویند که شما ملت رو تهمت میکنید، این تهمت نیست. متاسفانه زنهای ما که میروند آنها در آنجا یعنی که مجبوری نه، خودشان دست به تن فروشی میزنند. یعنی به خاطر جای خوب، به خاطر یک پول پتین، به خاطر یک مبلغ یافتن، اونها به این کارا دست میزنند. ببینید، لیکن متاسفانه مردان ما هم زیاد هستند که متاسفانه یک قسم زیادی قشر جامعه ما 70% گفته میشد که وقتی که از زن تاجیک، یک دختر تاجیک با اونها مراجعت میکند که اکا، برادر یا پدر و من یک کار لازم است، یکم کاری که این برادر این حمیله که ما میکند پیشنهاد همخوابگی میکند، با من زندگی کن، من به تو همه شرایط رو پیشنهاد میکنم که این متاسفانه خیلی بزیب است. و من یک دو مثال میارم. ببینید که با من مراجعت کردن یک زن با شوهرش رفت با مهاجرت در یک کارخانه ارمنی کار کرد و با اون ارمنی عشق ورزی کرد. این پسر رو هموطنانش خبر کردن، با بهانه که دیگر شهر میرود آمد در روی کار قپید جان. ببینید که ارمنی گفت که تو چقدر مبلغ صرف کردی برای تو؟ 2 کی 4 یا 5000 دلار. ارمنی با او داده گفت که رفت زن دیگر گیری. اون این پول رو گرفت، حتی ناموسش برداشت که این پول رو گیرد. اکنون اون زن دختر با ارمنی است.
دیگر چیز رو میدونم که ببینید یک زن کسل خیلی بزرگ دارد با دخترش که دانشجو است با اونجا اومده است، آنها حتی کمک از ما قبول نکردن و هرچند پسر هم دارن یک نگی با آنها بود جداگانه است. ببینید که آنها میدونن که یک نگی کمک حتی هموطنان ما رو قبول نکردن. آنها یک نفرش در دکتر است، دیگر نفر 12 ساعت کار میکنه که مادر خود رو خورند، یعنی که نه به فاحشگی روی میارن نه به یگان کار با مهنت حلال خود میخورن. چون این حادثه بسیار برای کریم جان بله تشکر. ما این موردها را شنیدیم که زنان تاجیک برای گرفتن حق اقامت و ماندن در روسیه با شهروندان این کشور فرقی ندارد کدام ملتن ازدواج‌های قلبکی میکنند. واقعیت دارد این گفته؟ در این باره چند جمله میگفتید؟ بله خیلی واقعیت دارد. بازم میگم که نه تنها برای قلبکی اصلی هم زندگی میکنن، به خاطر یک زندگی خود رو بهتر کردن با تمام ملت ها زندگی میکنن. مسلمان از غیر مسلمان فرقی ندارد. ببینید اون قشر جامعه که خود رو یعنی پیشرفته میدونن، اینتلیجنت میدونن، یعنی خواندگی میدونن، اونها با دلخواه نفر ازدواج میکنن با اون که زندگیش خوب باشد برای اونها فرق ندارد. هرچند که در جامعه سنتی ما این قبول نیست و من هرچند یعنی که حمایتگر حقوق مهاجران هم باشم یا که شخصی که دنیوی هم باشم، من این چیز رو از نظر سنتی قبول ندارم. متاسفانه این کارها هستن. یعنی تنها به خاطر زندگی بهتر، باز چه علتایی هست که اونها رو مجبور میکند برای این نکاح‌های قلبکی؟ باز چه علت و سبب ها هست؟ ناچاری است، یعنی ناعلاجی است، چی است؟ باور کنید من دیگر نمیدونم، وقتی خیلی داریم که ملت تنبل شده است. یعنی که همین مهاجران کاری در تاجیکستان علاقه همین ملت رو تنبل کرد. یعنی همه انتظار پول مهاجر هستند. خیلی او پول به دست میارد، گشنه است، تشنه است، دارد ندارد، برای پدر و مادر، خویش تبار، زن، فرزند فرقی ندارد. فقط میخواهند که پول پول پول. ببینید اکنون که تنبلی یک طرف، ببینید که راه آسانی به دست آوردن. علاقه یک قسم جامعه گدا شده است تا همون اینتلیجنت ها، تا همون مرد اهل هنر، کسی که نباشد علاقه گدایی میکند. این راه هم باشد یعنی که یک راهی به آسانی به دست آوردن مبلغ هم این یک موج شده است. متاسفانه در روسیه هم موج است. بله خانم آینه‌ال نظر و شما به این حرفای کریم جان راضی هستید؟ یعنی واقعا این تنبلی است، این ناچاری است، چی است این علتش؟ یعنی که گپ در سر اون است که جامعه فرهنگی اویلداری رو از دست داد در خود تاجیکستان. مردم فقط غمی شکم خوردند. مکتب تربیه درست نکرد، اویله تربیه درست نکرد، محیط تربیه درست ندارد. همینا در یک جایگی امروز همون نفرایی که به اونجا میروند هم مفکوره اونها دیگر شد، ارزش‌های انسانی دیگر شد. و امروز یک بدبختی دیگر بود در چی است؟ پیشتر مثلا چخیلی که این دوستم مهاجرا رو محافظت میکند، یک تشکیلات بود با نام تاجیکستان گوهر جورایی و اینچنین چند تشکیلات های دیگر، میموریال، کمیته هلسینکی که آنها از مهاجران محافظت میکردند. امروز همه اینها رو اجنت های خارجی اعلام کردن و خودی همین برای مثلا این دوستم با یک دو نفر دیگر بسیار مشکل است که حمایت تاجیکان رو بکند و ما باید کار کنیم که در خود تاجیکستان راههای بیاویم که همین برای روسیه ما نباید تیار کنیم اونها رو، چون که اینقدر پول صرف میشد به هر حال از انداز خود هم مردم پول صرف میکند و برای اونها کادرهای تیار میروند. نگاه کنید همین سال 2021 65% زیاد مردم تاجیکستان شهروندی را گرفتند که 65% از سال 2020 زیاد است. یعنی که این چی معنا دارد؟ بهترین ها امروز رفته ایستادن. ما با کی میمونیم؟ ما باید با هر حال راههای یابیم. این همین کمیته زنها، باور کنید وظیفه اساسی کمیته زنها در جای اول باید همین مهاجر زنها باشند. اونها باید با دیاسپورا همه وقت در باشند. یا پیشتر در ایرپورت یک جورا لیگ زنهای شناس گرفتن و هر زنی که به یگان جا میرفت ادرسی وی رو میگرفتن و تلفن ها رو میدادن که رفت
رفتید اگر جای نیافتید و غیره با همین تلفن کنید. یا یکی در سمالات ها بعضی ورقه ها رو میدادند با تلفن های همون نفرهایی که حقوق آنها رو حمایت میکرد. اما افسوس که امروز نه کمیته زن ها و این کار ماشاءالله است، نه تشکیلات های غیر دولتی، نه حکومتی. من باز یک چیز دیگر رو با این دوستان همراه میکنم، با گپای این دوستان. من وقتی که در مسکو بودم گفتن که یک خانه هست که بچهای تاجیک اونجا این رو تشکیل کردن. اون دخترای تاجیکی که تولد میکنن و به زاکس ندارن، نکاح ندارن، کودکای خود رو در هر جا میپرتوین و همین نفرها جوانان آنها رو جمع میکنن میبرن اون خانه و میمونن و اون خانه میبرن. به فکرم همین بچهای بدخشان همین کارو کرده بودن. یک فیلم هم بود. ببینید که تو همین درجه که کودکای خود رو میپرتوین. یعنی که باز میگویم که زوال اخلاق آداب این در روسیه پیدا نشده است. مثلا تاجیک رفته اونجا این خیلی نشده است. این در همین جا اساسش در خود جامعه خودمون است، یعنی در داخل کشور. البته. تشکر. و حالا توجه شما رو به یک صحبت همکارانم با ساکنان دوشنبه جلب میکنیم که با چند سوال از جمله زنان تاجیک را اصلا چی مجبور میکند که خانه خود را گذارد و کودکش را گذارد و به مهاجرت رود. به این سوال مراجعت کردن. حالا میبینیم و باز برمیگردیم. مرحمت. تامینشون نمیکنن، سرشون نمیکنن، تن نالشون رو باید زیما میگیرن، نودا باروی میکنن. اینم قگپای تمام. زیاد به مهاجرت رفتن زنان به فکر شما برای جامعه چه عاقبت ها دارد؟ عاقبت خوب نیست. باید زنها باشن، فرزندشون رو تربیه کنن، کلان کنن. میخوان همراه شوهرشون باشن. اکثریت زنها برای با شوهرشون یک جای زندگی کردن برای همین میروند. زنهای بسیار از شوهرشون وقتی جدا میشوند با سببهای همین وضعبینی زندگی و مهاجرت سفر مینموند. و فکری من همین خیلی اویلا ویرونکنی بسیار شده بیاد. و فکرتان چیکار باید کنیم که زنها کمتر به مهاجرت روند؟ با فکرم این مردا باید مسئولیت حس کنن برای زندگی رو نغز برای ماندن، تربیت فرزندان درست برای ماندن سعی و کوشش نمایند. زنها رو مقصد به این راه روانه نگردند. آدمان پیشتر با فراست بودن، با عقل بودن، کار میکردن، مهنت میکردن. وزیرو اکود نمیدونم بسیارش بیکارچی. دیگه مجبور میکنند اگر تیمبر شوهر نداشته باشه مجبور که خودشان رو مهاجرت. بعد دیگرش این که حاضر زندگی هم تنقیصش زیاد است، از این لحاظ معاش هم رپوش نمیکند، همه اون رسخوده که ویو میکنن. همین سبب که برای جامعه بسیار تاثیر مهم دارد. مثلا ویو میتونن که کودکاشون هم مونده اینجا بروند، کودکا به یگان وای میمونند نگاه بین مدامی که ویو با این چیز نیاز دارند. خیلی همین خیلی تاثیرای زیادی دارد. روسیه میروند برای مهاجرت، برای اون که زنها زندگیشون ویران شدگی، خانه ویران شدگی، بسیاریشون برای همین هم اینجا چخیل گم مثلا зарплата اویلی کم بود، برای همین اونها مجبور میشدن که روند. خیلی مثلا منم در روسیه کار کردم، خدا را شکر فرزندا را خانه دار کردیم. خیلی همین. تشکر. این صحبت همکارانمان بود که با ساکنان صحبت داشتن. شما محترم آینی حال با نظر و به حرفای ساکنان چی میگویید؟ نظرتون چی است؟ ببینید که هر نفری که گفتن مسئله اساسی مسئله اقتصادیات است، اجتماعی است. من باوری دارم که اگر زندگی خوب باشد، خیلی ببینید که یگان پسری وزیر نمی رود، یگان پسری مثلا آدمای پولدار نمی رود. کی می رود؟ اونهایی که زندگیشون خیلی مشکل است. مثلا یک مثال دیگه در اکترینبورگ وقتی که من اونجا رفتم با زنها میگفتم اونها را گفتن که 2 نفر زنها در حبسخانه هستند برای همین فاحشگی. من به اونجا رفتم به نزد اونها که به من گفتن که 2 روز پیش ما اونها را جواب دادیم و حاضر 4 نفر زن هست، همون زنهای مهاجر که یک تاش از مالداوی، یک تاش از دیگر جا و غیره.
من که چرا اونها را جواب دادید؟ گفتن که دلمان سوخت برای آنکه یک نفرش گفت که من معلمه پدی اینستیتوتم، پسرم کورس سیوم میخواند، یعنی که با پول شرطنامه پول نداشتم مجبور آمدم. گفت همه قدر مردک میگد که پلیس که همه قدر زنه که زیبا بود میگد. دویمش گفت که فرزند من اپراسیا کردن در کار، اونم علمی عالی داشت. گفت من مجبور شده است، پول نرسیده است، آمده است برای همین. گفت بنابراین هم گفت شما گفت خودتون گفت این عیب شما است، عیب خودتون است که همین مردم رو به این حالت رساندید و اونها آمده به اینجا. دل ما سوخت. گفت ما دیگر رو آزاد نکردیم، اونها رو آزاد کردیم. این معنای بسیار کلان دارد. اگر اون خانمی که در دانشگاه معلمه شده کار میکند و این کار دست زند از مجبوری، دیگر از دیگر او چی علاج؟ بنابراین هم من باز میگویم که سببش در خود داخل تاجیکستان است. ما باید سببش از اینجا بریم. کمیته زنها باید همه وقت با دیاسپوراها کار کنند و همه وقت و لباس و با کیچی میپوشد نیو به همین مسئله مشغول شوند. امروز این دوستی من که هست 2-3 نفر ماندند. باور کنید برای اینا خیلی مشکل است به این مسئله ها پورا مشغول شدن. تشکر. همونطوری که پیشتر گفته بودیم ما نماینده کمیته زنان رو دعوت کردیم ولی متاسفانه اونا ناآمدن. کریم جان یاروف، نظری شما چی است به این مسئله که تماشا کردید صحبت ساکنان رو؟ چی میگوید؟ بله ببینید همه بازم گفتای معلم از احتجاجات از نورستوی گپ زدن. ببینید که مردم مجبور میشن که به روسیه روند به خاطر ساختن یک کلبه، به خاطر یعنی که خاندار کردن فرزندان یا که دانشگاه رو خواندن فرزندانشون. ببینید که اصلا همه در این باره گپ زدن. یعنی که یک زمانه است که فقط تنها برای شکم کار میکنن، برای یک نولانون، برای یک لباس. ببینید من بعضی وقتا بحثا میشود، بسیار بحثا میشود که خود روسیه گناهگار است که با ما چنین مناسبت میکنند. من با آنها دیگر چیز رو مثال میارم، دیگر جمهوری ها رو که یعنی که شرایط آنها بهتر است یا که مناسبت حکومت روسیه یعنی که خود حکومت قدرتی با آنها دیگر است، حتی خود مردم. ببینید این عامل ها اصلا از آن خبر میدن که چه حکومت شما رو قبول میکنه، در اینجا با هم خیلی مناسبت با همین شهروندان میکنند. من یک چیز دیگر رو اهمیت دادم. هر دفعه که یک کمیسیون یا یک نفر از تاجیکستان با والا مقام به روسیه بیاید، پیش از این یا که بعدین یا که از روسیه با اونجا رود، حتما پیش از این یک شو تشکیل کرده میشد. یعنی که بازداشت تاجیکان زیاد میشود، یک کاری که غیر معمولی میشود. ببینید من فکر نمیکنم که این کارها همین خیلی موافق میبیان که یکی همین راست میبیان. اینش بابا از گفتی روسا صفدینی و معلمه خیلی درست قید کردن. متاسفانه در ولایت ها زنها حقوقشون خوبتر هست، یعنی که دیاسپورا از اونها خیلی زیادتر اونها را خوشاوی میکنن. در ریگیون ها یعنی در محل ها در آنجا حتی مقامات های قدرتی با مردم خیلی خوب مناسبت میکنن با مدیران. همه چی بلای دردی هست این در مسکو، ولایت مسکو، شهر سنت پترزبورگ و ولایت لنینگراد. شما توجه کرده باشید آینه حال با نظر و گفتن که این همه مشکلات را ما نباید در روسیه بلکه در داخل تاجیکستان در داخل کشور سراغ کنیم. و این مسئله چی میگوید؟ بله درست است. من بازم میگویم که این مسئله باید که در ریسپوبلیکا یعنی در جمهوری حل شود. ببینید که دیگر راههای به دیگر دولت ها بردن این کار هست، ولی متاسفانه نمیخوانم از کدام سبب باشد، یا نمیخواهند که مردم ما بیشتر روند جهان دیده شوند و شاید از اون که این دولت های آزاد رو میبینن رفته حقوق زیاد طلب میکنن. ببینید حتی اون کاری که تشکیل کردن به انگلیا بردن الکی اونم مبلغ شده است، یعنی که تو 18-20 هزار سامان دادن در کار که برای با اونجا روی. ببینید این آینده این چی میشود، یعنی این رو باید حتما در اونجا حل کنن. طرف روسیه منفعت دار نیست این رو حل کنند و قرضدار هم نیستند. تشکر. چنین متاسفانه در ما چنین یک چیز شده است، بخشش یک دقیقه که همه را به مهاجرت میفرستند که یعنی خود قوت لایموت رو یافته بیاید. اگر که ما خودمون مبلغ خود رو پیدا کنیم و قوت لایموت خود رو سوال برمیآید که شما چی لازم هستید در سطح بالا. تشکر. در عموم مهاجرت کاری زنان تاجیک و دورماندنی آنها از فرزندانشان برای جامعه تاجیکستان چی عاقبت داشته میتواند باشد؟
این حال بابا نظر و مرحمت از شما شروع میکنه. عاقبتش همین که گروه زیادی که فرزندان اونها در این جهان به پدر به مادر در کوچه هستند، اینها یک نسلی میشوند که از معرفت و از خودشناسی و ایمان خیلی دور میشوند و ما میگوییم که همه وقت میگوییم که آینده ما جوانان هستند. اگر امروز جوانان ما عرابه‌کشی کنند در همون بازارها یا گدایی کنند، چرا منتظر شدن ممکن؟ این خیلی عاقبت‌های بد دارد، این ملت را میشکند. بنابراین هم هر راهی که نباشد، یک بدبختی همین است که هم در ما هر وقت اون ارگان‌های مسئولی که در تاجیکستان هستند عاید به مهاجرت مهنتی دیگر گم کرده می شود، به این وزارت داده می شود، به اون کمیته داده می شود. در روسیه باشد هر سال قانون‌هایش دیگر می شود عاید مهاجرت مهنتی. همین بسیار مشکلی ها می آورد به مهاجران. اما این کودکایی که در اینجا تربیت می شوند، در دوره جنگ ما یک نسل رو از دست دادیم، جوانان رو که امروز ما می بینیم که چقدر در مکتب‌ها جنگ و بینشان و معلم ها را میزند و این با دویم یک شدیدترین با هست که اینها در کوچه هستند. اینها گپی بیبیره گپی خیش و تبارا گوش نمی کنن این کودکا و اینها هم مادر در کار است هم پدر. بنابراین هم باید ما همین خیال کنیم که اینوستیسیا رو بیاریم به تاجیکستان، کارخانه ها را اینجا ما باید حتما بکنیم با امیدی نه خطای شدن در کار نه رسیه و هر چه که از دستمون می آید باید همین شماره اینها را کم کنیم تو اینکه ما برای اونها تیار نکنیم که هر روز به اینم مرده آورده استادن. اگر پیشتر فقط مردها بوده، امروز بدبختانه هم مردای است هم زنها. این خودش شکستی ملت است، این شکستی آینده است. بله تشکر. کریم جان یاروفهمی، عاقبت یعنی دراز مدت دوامدار ماندن مسئله مهاجرت زنان خصوصا زنان به روسیه و به کشورهای دیگر برای جامعه تاجیکستان چی پیامد دارد؟ مرحمت. ببینید که پیامدش این است که من در مهاجرت یک چیز رو مشاهده کردم، یعنی که نفرانی که بعد جنگ آمدن اونها از دوره شوروی بودن، یعنی مدنیت داشتن، زبان رو میدونستن، یعنی که کارهای غیر قانونی کم میکردن، یعنی که اونها یک کشور مدنی بودن. اکنون ببینید که جوانای حاضری که به تربیت رسیدن به پدر، یعنی که مادرم نمیتواند و وقتی که در وطن تا 18 ساله من کرده شده است برای رفتن مسجد یا یک چیز دینی را یاد گرفتن، ببینید که از آنها چی میروید. یعنی اونها فقط همون سریال ها میبینن، فیلم ها میبینن یا که دیگر مردمی از روسیه اومده رو میبینن، تقلید آنها میکنن. وقتی به روسیه میروند میبینن که یک نفر تاجیک صاحب یک چیز شده است، فکر میکنن که اون در یک روز این چیز رو صاحب شده است و میخوان که در یک روز این چیز رو صاحب شوند و دست به جنایت میزنند. ببینید که قسم زیاد حاضر تاجیکان ما جوانانی تا 25-30 ساله که زندان‌های روسی را پر کردند، از آنها چی آینده میشود؟ ببینید آینده ندارد. ولی معلومات درست کردن. باید که ما با امید کسی نشویم در تاجیکستان همه این کار رو تشخیص کنیم. یعنی من طرفدار اونم که حتما تعلیمات دینی حداقل وقتی که پدر نیست، حداقل تعلیمات دینی در مکتب جاری کرده شد. بگذار از طرف دولت این معلمان، یعنی که اونهایی که تعلیمات دینی میدن ملاها با کار روند، یعنی که برابر معلمان درس یکی کمی باشد، همین مردم یک حرمت کلان سالان یعنی عزت، یعنی که دین از دیگر چطور با خبر باشد، نه اینکه تا 18 نرود بعد 18 بروسیه رود این فیسق و فاحشگی و این دزدی و غری رو بیند و این راهی آسان رو پیش گیرد. ببینید وقتا رو خیر با هم مواد مخدر بسیار تولید میکنند. اما اگر از نگاه دیگر به این مسئله ها رو بیاریم، مهاجرت البته فقط بلا و مشکلات ندارد، برعکس بر منفعت زنان هم هست که زندگیشون بهتر می شود. میتونید بگویید که در عموم مهاجرت کاری چه خوبی هایی برای زنان تاجیک دارد؟ آینه حال با نظر و شما خواهش میکنم. خوبی ها در اون دولت های می شود که قانون اونجا کار میکند، قانون عدالت سودی اونجا وجود دارد و یگان نفر یگان ضرر رسانده نمیتونند، پول طلب نمیکنند و غیره. اما به دولت هایی که تاجیکان میروند، به روسیه، به قزاقستان یا که به قرقیزستان، اونجا حتما همین پاره‌خوری هست. بعضی چیزهایی هست که این زنها نمیتوانند
به مقابل اون ایستند. بنابراین هم البته تا یک درجه وقتای آخر ما دیده ایستادیم که زنهای تاجیک مثلا وقتی که پیشتر قسمی زیادشان دختر بودند، پولشو بودن و غیره، امروز در همون بیمارخانه ها ما دیده ایستادیم که زنهای تاجیک کار کرده ایستادند، چون که هم از خودی رسی رفته ایستاده است، قدر نمیرسد، اونها مجبور این کارا کرده ایستادند. اما من باز میبینم که در دولتی که فساد هست، در دولتی که قانون وجود ندارد، هیچگاه این خوبی نمیارد. ممکن یک کمتر خوبی کار میکند، اما وقتی که میارد یک قسمی پول رو برای همون برای تبابتش قسمی زیادی مهاجران یا زن یا مرد بسیارش از اونجا کسل میآیند، چون که شرایطی به بیمارخانه خود را تبابت کردن ندارن و غیره. یعنی که من باز میگویم در عموم خوب است اگر رژیم اون دولت ها خوب باشد. تشکر. کریم جان، نظر شما به همین سوال چی است؟ شما چی نظر دارید؟ مرحمت. من فکر میکنم که اگر 20% از 100% کنیم 20% فایده بیارد، 80% زلال دارد. ببینید که مهاجران ما قریب 80-90% اینو کسل روحی دارند. اگر یک نفر روانشناس باشد اون تصدیق میکند که علاقه اینو استرس میگیرند، پول نمیتین جای خوب، در خانه چی مسئولیت باشد پلیس باز میدارد، حتی ندارد جای خوب پولش رو میدهند نمیدهند، این همش یک استرس، این یک کسلی روحی است. ببینید قسم زیاد رو خنک میزند، اونها بعد اومده در روسیه قسم زیادی پول رو همون یعنی که تبابت میکنن. این چیز رو من با چشم خود دیدم. اونها چیکار میکنن؟ زنانم همون یک کلبه میورن میسازن. ببینید که اگر تربیه نورسان جوانان نباشن، پگاه این زن خودش در کوچه میمونه یا که در خانه کلان سالان. ببینید که این کارها زیاد شدن. من مثال آوردم، من میدونم زنی رو که 2 فرزندش در روسیه هستن، اونها در یک شهر هستن، به خاطر گویا دور است یا نمیتونن حتی مادر خود رو رفتن نمیبینن یا یاردم نمیکنن، و این خاطر زنها خصوصا مهاجران ها ولی یک فایده کمی میگیرن، ولی زلالش خیلی بسیار است. تشکر. خیلی بسیار است، چون که نه در اونجا قانون است نه در اینجا. حکومت چیکار باید کنند تا زنان در داخل در نزد عائله و فرزند کاری درستی داشته باشند و چیکار باید کند تا حقوق زنان تاجیک در کشورهای مهاجر پذیر به خصوص روسیه زیر پا نشود؟ خواهش میکنم آین حال با نظر و چیکار باید کرد؟ مرحمت. من هر وقت مثال میارم از سخنانی سروزیر پیشینه ژاپن، بسیار تکرار میکنم و این رو میگویند که در ژاپن اینقدر آفتهای طبیعی میشود، چی است که این دولت با هیچ وقت همه وقت پیش میرود ترقی میکند و 3 چیز است میگوید: یکم دانش، دوم اخلاق، سوم عملی شدن. همین 3 چیز ژاپن را همه وقت به پیش میبرد. مگر ما نمیتوانیم همین 3 چیز رو در تاجیکستان حکومت بکند، جامعه شهروندی بکند؟ این چیزهای میشدگی است، فقط همین که غیر از غم کیسه خود باید غم مردم رو هم خوردن در کار. یعنی مشخصا میشد بگویید که مثلا مسئولیت حکومت از کجا تا کجاست در حل همین مسئله؟ وقتی که ما دولت دموکراتی میگیم که این دولت مردمی است، یعنی که این دولت از مردم است و موقتا یک شرطنامه میبندد، میگوید که مثلا شما رهبر هستید و عهدهدار است که این منفعت مردم در جای اول ایستد، نه منفعت های شخص های علاهیده، گروه های علاهیده و غیره. چون که این مردم، ببینید در تونس چی واقعه هایی شد، همین یک نفر وقتی که زد پلیسیا چی واقعه هایی شد. بنابراین این هم حتما حکومت باید حتما پیش راه مهاجرت رو بگیرد، نه اینکه حکومت از آن جمله واسطه‌های اخبار عموم هم میتوانند در این سهمگذار باشند. شما ها مثلا جامعه شهروندی، خصوصا مسجدها، همون در محل ها که باید این چیز رو پیش راهش رو بگیرن و حرکت کنن که مونوپولیا نشود و کارخانه ها بسازن. ما میتوانیم کارخانه های بسیاری بسازیم، شرط نیست که مثلا یک رگتکه رو، یک بیل رو از خطای گرفته بیاریم. بنابراین هم شرایطی اینجا کار بسیار است، فقط همین که دلسوز شدن در کار، دلسوزی ملت. تشکر. کریم جان یارف، شما چی میگوید به این مسئله؟
چیکار باید کرد که راه حلش پیدا کند؟ مسئول حل این مسئله کدوم نهادها هستند؟ پیش از همه کمیته مهاجرتی که در نزد وزارت در دیگر وزارت وابسته است، یعنی که مهنت، پیش از همه باید که برهم داده شود، کلا برهم داده شود. اینچنین کمیته زنان هم برهم داده شود. باید یک ساختار ساخته شود که از دولت جدا باشد، یعنی که از طرف دولت و از طرف شخصان انفرادی، یعنی که مبلغ گذاری کرده شود، ولی تحت کنترل دولت نباشد، تحت کنترل جمعیت ها باشد، تحت کنترل نفرانی باشد که از اون یعنی ریویزیون کنترل کرده توانند و تمام کار و با آنجا نفران جلب شوند که در این ساحه خیلی خوب میفهمند، یعنی روانشناسان، یعنی کارمندان ساحه مهاجرت، آنهایی که در حقیقت میخواهند به ملت یاردن کنند اونها، و باز هم ساختن کارخانه‌های خودکار و آنها را مدت 5 سال، حدود 5 سال حداقل از انداز خلاص کردن، یعنی که یک کارخانه میده سازن یا که حتی مغازه ببینید که در یک مغازه 2 نفر میتواند کار کنند، اگر که 100,000 مغازه کشویند حدود 200,000 نفر الکه در اینجا کار مییابند. این کارهای اونقدر قی نیستند که از عهده این زنها هم میبرایند و نفقه برای این خاطر باید که در داخل این کارها کرده شود و حرکت کردن در کار که از زیر تاثیر روسیه برآمدن در کار. من میدونم که بسیار در سطح بالا صحبت کردم که چرا شما دیگر سمفا رو نمیگیرید. یک نفر گفت که من روی راست به شما میگم که ما از روسیه وابسته هستیم، حتی همون میزی که من در آن نشستم از روسیه وابسته، و این خاطر ما باید فکر خود رو کنیم. تشکر زیاد. بله، تشکر زیاد به هر دوی شما و سپاس به بینندگان که ما را همراهی داشتید. مهمانان ما آینه حال بابا نظر و رئیس سازمان پرسپکتیو پلیوس از دوشنبه و کریم جان یاروف حامی حقوق مهاجران تاجیک از خارج کشور بودند. لطفاً بینندگان عزیز شرح و نظر خود را درباره این مسئله دریغ ندارید و زیر همین برنامه بنویسید. خدا نگهدار و من میرزا نبی خالقزاد بودم، برنامه را پیش میبردم. سلامت باشید.